بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک دوستان و عزیزانی که صدای بنده رو شنوا هستند. عارضم خدمتتون که در جلسات گذشته ما در خصوص شرفها، حبوطها، بروج و دو سیاره خیالی با هم دیگه صحبت کردیم و خواص قائل شدیم و گفتیم که هر کوکبی در یک برجی، در یک جایگاهی، یک شرفی داره که در واقع 6 برج بعد اون مربوط به حبوط اون میشه و گفتیم که در حالتهای شرف به قول معروف احوالات و اختیارات مثبت میگیره و در حالات حبوط اختیارات منفی به خودش میگیره و گفتیم که اگر از لحاظ طالع شناسی بخوایم یکی رو بررسی بکنیم، قرار گرفتن هر یک از کواکب در خونه طالع اگر سیاره‌ای در شرف یا حبوط داشته باشه، اون میتونه تأثیرات مثبت یا منفی داشته باشه که براتون در قالب یک جزوه مختصر در خصوص احوالات تأثیر شرف یا حبوط بر طالع شناسی شخصی یک نفر در جلسات گذشته با هم دیگه صحبت کردیم. جلسه امروز در مورد جایگاه ها و تصاحب هاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر سیاره ای خب در یک یا دو خونه که قرار میگیره، خب به صورت ثابت صاحب اون خونه هست. خب و این یک بحث بسیار مفصلیه که اگر بخوایم در خصوصش بیشتر صحبت بکنیم باید به جلسه های دیگری موکول بشه. منتها در این جلسه صرفاً دو تا نکته میخوام برای شما بگم و اون اینه که هر کوکبی یک الی دو خونه صاحبیت داره، یعنی ملکیت خودش میدونه. خب و در یک و یا دو خونه حالت ضعف داره، مثل شرف و حبوطه. خب در نجوم هندی بهش ساواکشاترا گفته میشه. خب وقتی که یک سیاره‌ای در خونه‌ای که در واقع مال اونه، خونه‌ای که مربوط به اون کوکبه میاد در اونجا میشینه، بهش گفته میشه که این در حالت قوت خودشه یا بهش گفته میشه که در ساواکشاترا قرار گرفته. و وقتی که عین همین حالت حبوطه، وقتی که در خونه ضعف خودش قرار میگیره، بهش گفته میشه که در وبال خودش قرار گرفته. و این فلسفه ای داره به عنوان فلسفه ای که هر خونه ای به صورت ثابت مربوط به یک برج از بروج 12 است. حالا نگاه نکنی که ما اینجا بروج در حال چرخشه، کواکب در حال چرخشه. منتها یک موضوعی که داریم اینه که به غیر شرف ها و حبوط ها، کواکب در برخی خونه ها که قرار می گیرند یک حالت قوت و یا ضعف برای اونها ممکنه که ایجاد بشه که حالا در طی جزوه‌ای که براتون آماده کردم این رو به صورت مختصر نشون میدم، ولی در جلسات آینده مثال محور پیش خواهیم رفت. خب مثال همین شمس سان در برج هفتم قرار گرفته. خب و از لحاظ آسترونومی در حبوط خودش داره به سر میبره و از لحاظ اینکه با چه کواکبی در یک برج، یعنی در یک خونه ای جمع شدن یک جا، اگر بخوایم خیلی ساده در صحبت بکنیم، اینها دلایل نجومی دارد که اینها رو هم در جلسات بعدی با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. صرفا این کلیپ ضبط شد بابت اینکه دوستان متوجه بشند هر یک از کواکب ما یک حالت شرف داره، یک حالت کبود داره و یک حالت ساواکشاترا داره که صاحب خونه خودش هست و یک حالت وبال داره و اون ضعفی هست که در اون خونه قرار میگیره. خب پس چهار حالت رو به صورت یکسو باید داشته باشیم و ازشون
در حین تفسیراتمون، در حین بررسی چارت یک شخص و یا مواضع مختلف مثل زمانشناسی یا دلایل، قراره که از اونها استفاده بکنیم.